يا رسول الله وقدوتنا. در زمانه ما شخصانی هستند که میگویند خداوند فلان شخص را نمی بخشد. آیا این درست است؟ نه، هرگز درست نیست. پس برادری عزیز، اگر تو هم چنین فکر داشته باشی، پس از این فکر خود باز است و بدان که خداوند بخشنده و مهربان است و کسی را که بخواهد می بخشد. در این باره برای شما حدیث را می خوانم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: مردی گفت به خدا سوگند که خداوند فلان شخص را نمی بخشد. و خداوند متعال در این حالت می فرماید: این چه کسی است که به ذات من سوگند می خورد که من فلان شخص را نمی بخشم؟ این را بدان که من فلان شخص را بخشیدم و اعمال تو را نابود کردم. در حقیقت خداوند بخشنده و مهربان است و چی کسی را که بخواهد می بخشد و ما نباید به این کار خداوند دخل داشته باشیم، چون بخشیدن گناه این کار خداوند می باشد. چون در حدیث قدسی خداوند می فرماید: ای فرزند آدم، تا وقتی که مرا بخوانی و به من امیدوار باشی، همه آنچه از تو صادر شد از گناه های گذشته می بخشم و به چگونگی گناه اهمیت نمی دهم. ای فرزند آدم، اگر گناه های تو از بسیاری و بزرگی به ابرهای آسمان برسند و سپس از من آمرزش بخواهی، تو را می آمرزم. ای فرزند آدم، اگر به اندازه غنجایش زمین گناه به سوی من بیاوری و سپس در حال به من چیزی را شریک قرار ندهی، یعنی به من شرک نیاوری، با مغفرت و آمرزش به استقبال تو می آیم. ای برادر و خواهر عزیزم، ببین در این حدیث خداوند ما را امیدوار می کند، یعنی ناوابسته از بزرگی گناه ما خداوند آن را می بخشد اگر ما به سوی الله بازگردیم و توبه نصوح به جا آوریم. بیایید دست به سوی الله برداریم و بپرسیم که خداوند گناهان ما و گناهان برادران و خواهران ما را ببخشد. خداوند گناهان ما را مغفرت بفرما و توبه نصوح بر ما نصیب بگردان. يا رسول الله